از 11 تا 18 فوریه سال جاری در شهر بلگراد کشور سربیا قهرمانی جهان اوید به مهربای آمیخته غیر کسبی میان ورزشکاران از 18 سال بالا برگزار می‌گردد که پرچمبرداران ما نیز در این مسابقه اشتراک خواهند کرد. طی 3 ماه است که رزمکاران در تالار ورزشی فدراسیون صنعت مهربای آمیخته بند مشق تمرین میباشند. در اولین قهرمانی جهان در سال جدید 21 ورزشکار ما اشتراک خواهد کرد که از آنها 3 نفرشان گرد آفریدند. همچنین 2 داور دیگر به مسابقه مذکور دعوت کرده شدند و یک چند نفر از جانب فدراسیون مهربای آمیخته برای آموزش به کشور سربیا سفربر کرده میشوند. مولوده از جمله آن ورزشکار بانوانی است که برای اولین قهرمانی جهانی خود سخت آمادگی دیده ایستاده است. من عضو منتخب جمهوری تاجیکستان در شهر بلگراد سربیا چمپیونات جهان برگزار می‌گردد. من عبدالله مولوده در وزن 57 کیلوگرم اشتراک میکنم. ما طول 3 ماه است که در اینجا مشق و تمرین کرده ایستاده‌ایم و از خود باوری داریم که خیلی خوب اشتراک میکنیم. سال گذشته بمباران‌ترین سال برای ورزش مهربای آمیخته میهن بود. هم در مسابقات بیرون و هم در شورابینی محتشم خانگی پهلوانان ما از زور بازی رستمانه خویش درک داده برنده مقام‌های افتخاری گشتند. امسال نیز نقشه و هدف‌های راهبرد فدراسیون فتح قله‌های بلندترین ورزشی مذکور میباشد. طول 3 ماه می شود که در همین تالار ورزشی تمرین‌های دسته‌جمعی گذراندیم. تیاری به چمپیونات جهان که در شهر بلگراد جمهوری سربیا میگذرد امیدوار هستیم که نتیجه خوب به دست میاریم. باوری داریم که نتیجه ها به مثل هر وقت نظررس میشوند، نتیجه خوب به دست میاریم. ما شخصا طول 3 ماهی که مشق‌های دسته‌جمعی میگذره تیاری نغز دیدم، روحان و جسمانی تیار هستیم. داشتن طبیب ورزشی در تیم‌های ملی این یکی از بخش‌های مهمترین دست یافتن به نتیجه‌های مثبت میباشد. فدراسیون مذکور از این مهمیت به خوبی کار گرفته به سلامتی دستبروران خویش به‌نهایت جدی اهمیت می‌دهد. از مهمیت دکتری ورزشی در تیم ملی خودی طبیب چنین ابراز اندیشه نمود. مهمیت دکتر در تیم منتخب در آن است که ما هر سحر آنها رو ما ژورنال الکترونی داریم که هر روز آنها رو قید میکنیم، یعنی کدوم آنها میبیان نمیبیان به مشق و تمرین ها. بعدا معاینه طبیشون رو میگذرونیم تا اینکه یگان نقصان یا یگان آسیب های جدی نداشته باشند و بعدا پس از معاینه طبی آنها حتما ما ویتامین ها آنها رو میگذاریم تا اینکه ورزشگران ما چنانی که ما میدانیم در تمام نمودی ورزش های جهان به استفاده بردن ماده های فعال بیولوژی نمیشود. از این سبب فدراسیون تجمف دسته منتخب رو با پررگی از جهت ویتامینیزاسیون آماده می‌سازد، از جهت لباسا، از جهت خوراکی‌های پرهیزی ما راتسونی یعنی رژیم خوراکی آنها رو نظارت میکنیم تا اینکه وزن بر زیاد نگیرند و حالت فونکسیونالی آنها خوشرو برقرار شود. چونکه تا چند که ورزشگر خوشرو برقرار میشود همونقدر ثمراناکی کار ما خوبتر میگردد. چگونه که خود ورزشکاران و مسئولین قید نمودند تیاری‌ها در سطح بلند ادامه نموده ایستادند و چند روز پیش از شروع مسابقه تیم منتخب به سربیا سفر خواهند کرد. با پرچمبرداران میهن در این قهرمانی جهان برای کامیابی خواهانیم.